مرا بسیار بد فهم کردم، بسیار بد دروغ گفتم. وقتی که زورم اومد بعد آچم گفت که اکای نیم جان دم مراجعت. این خلاده وقتی که دستگیری کردن میتونین دستگیری کنین، نمیتونین فریب نکنین آدم را. کاری خوب نیست. نه صدا تای آچه، نه نگاه تای آچه، نه دیگر خیم چکیده است. نفیسه بانو تو زیغ نشه، کی چی کاری کرد نکرد حواله بد به خدا. پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغ همدیگر نگیرن. سلام علیکم مخلصای مهربان، برادرای عزیز، دوستان بین‌الملل قدردان. فکر میکنم هر جا که باشین سلامت و زنده و جاویدان هستین. خداوند دائما سلامت و سربلند باشین. دوستای عزیزی ما، شهری جان شما میشناسین، برای ما در شما میبینین خواهرک نفیسه بانو نام داره. برادرای عزیزی ما، نفیسه بانو سراینده مثال کوچگی هم نیست، مثال تصادفی هم سراینده شیدگی نیست. درباره نفیسه بانو صحبت میکنم، بعدا شما خودتون فکراتون در کامنتاری بنویسین. نفیسه بانو در کدام آزمون اشتراک کردی؟ در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردین، جا گرفتین. ناحیوی در اشتراک کردین؟ ناحیوی در سزاوار جای اول کردم. ولایتی چی؟ یکم بکردم. ولایت هم جای یکم گرفتی؟ هم ناحیه در هم ولایت ولایت ختلان. جمهوری در جای چندم گرفتی؟ سیم. جمهوری هم جای سیم. وقتی که در ناحیه جای یکم بگیری مبلغ هسته؟ در ولایت هم در جمهوری هم سرجم چند مبلغ؟ 21000. 21000 سوم مبلغ گرفتین. بنیاد خوب، هم یک اقدام خوبه، یک اقدام خوبی جناب اولیای، اقدام خوبی حکومت جمهوری تاجیکستان که سراینده‌ای که جوانان، سراینده‌ای که میخواهند صنعتشون پیش برند، میبرن در تلویزیون‌ها، در آزمون‌ها اشتراک میکنن، هم جا میگیرن، هم مبلغ میگیرن. سلامت باشید. خیلی میکنیم نفیسه بانو. یک بار دیگه مبارک باشه که شما جای سزاوار گرفتین. یک سرود میخونی، مخلصای ما، پادپیسچیکای ما تا بهاگذاری میکنن، بعدا صحبت دوام میدیم. میشه؟ آواز گوش میکنین دوستای عزیز ما. نه صدا تای آچه، نه نگاه تای آچه، نه دیگر خیم چکیده است جنگکا تای آچه. نه صدا تای آچه، نه نگاه تای آچه، نه دیگر خیم چکیده است جنگکا تای آچه، نه دیگر خیم چکیده است جنگکا تای آچه. فکر میکنم که آدم این است که مادرش دوست نداره. بسیار سرود مادری خوب، آوازش هم فکر میکنم یک شیرینی، یک آواز خوب هم داره. خیلی با شما فکراتونه بنویسین. فکرای شما برای ما بگیم به نهایت ضروره. نفیسه بانو وقتی که جا گرفتین در آزمون تاجیکستان وطن عزیز ما، سال چند بود؟ سال 2022. سال 2022. ای سال 2022 تا این هازی مثال 2025 3 سال در سرودتون یگم سرود یگم پیشروی دیگه نکردین؟ کردیم، پیشروی کردیم، سرود برو آوردیم، کلیپ هم برو آوردیم. مقصد چی کردن؟ دستگیری کردن تا آخرانه. فهمو دستگیری کردن تا آخرانه. خیلی انشالله نصیب باشه اگر که همه کسا دوستای عزیزی ما، اگر آواز نفیسه بانو برای شما پسند آمدگی باشه، یک جای دستگیریش میکنیم. ای شما چی میاد دستگیری؟ فقط فکراتون در کامنتری بنویسین. تمام. مسئله که سرود دیگه چیزا را ما حرکت میکنم که خودم دستگیری کنم. بیای خیلی میکنم نفیسه بانو حاضی هر دقیقه شعری یک سرود دیگه بخونین که آوازهای شما هر تون اید به اید موافق هست یا نیست. شما کامنت کنین دوستای عزیزی ما که آوازاتون اگر که موافق شود با برای دستگیری کردن، پیشروی کردن آسان‌تر میشه. یک بار میخونین یک جای عدد. مبادا شبکی نباشی، شراره های دل بمیرن. پرنده ها گریزن
آشیانه خود سراغ هم دیگر نگیرند. نفس نفس تمام شود، اسیر دستشان شود. برای بودن من تو باید بمانی، چو سایه ها با پشت دیوار. با دل سنا بیاری، تمنا بیاری، به مثل هر دقیقه تکرار. دوستای عزیزی من شما را نمیدونم و آوازش برای من به نهایت پسند آمد. آواز همی خمیش شوه، آوازش بسیار آواز شیرین، آواز خلقی تاجیکانه. خیلی شما با فکراتون در کامنتر بنویسین. یوتیوب کانال ما یا یوتیوب کانالی هسته که ما همه کسا سرجم میشیم و فکرامون میکنیم و پیشروی و کاروبارمون پیش میبریم. همین سروده که خواندن دوستای عزیز من یک بار مشق کردن، دیگه بار پیشنهاد کردن شما گوش کردین و بهاگذاری کنین. سرود ما تماشا کردم موزی. سرود از این وقتی که کامera کشتگی بودیم من هر دیچه تماشا کردم کلیپاتا. بعد نیستن و مثال گپ همون چیزی که در آوازی تای، در خاراکتری آوازی تای، لپیشای آوازی تای همین خیلی آهنگا چی میگن انتخاب کردگی نیستن. ما از یک فکر کردم یک آهنگساز هسته دو تا از آهنگسازایی که میتونن که تا آهنگای خوب آهنگ بسازن و پیشنهاد کنن. ان شاء الله که من قطعشون مصلحت میکنم داغور میکنم همه مثلا مبلغ شما میتم آهنگای خوب پیشنهاد میکنیم برای شما دوستای عزیزی من. انتظار باشین سرودا و کلیپای نفیسه بانو را. آوازش ما در معقول شدگی شما با فکراتون بنویسین. نفیسه بانو ما ده سوال بودم. چی فکر در سرت زد؟ چی خیلی کشید که تو ما در مراجعت کردی ما در نویستی در اینستاگرام که کامera دستگیری که من زخی کردم پیش اوچم که مخصوصا ما سنن ما چه خیلی پیش برم. بعد اوچم پیشنهاد داد که اکای نایمجان بنویسین در سایچون اگر چی دستگیری کرده بتونن دستگیری تان کنم. همون سبب چی اوچم بود. فکری مادرتون بود که نایمجان در بنویس اگر که دستگیری کنه. مادرتون پدرتون راضیه برای صنعتکارش نه؟ همشون راضیه. راضیه نه؟ خیلی تمام راضی که باشن. ان شاء الله که دستگیری میکنیم. دوستای عزیزی ما خیلی میکنیم. برنامه را تماشا کردین، سروداشا گوش کردین. اگر برنامه کوتاه هم باشه شما فکراتون بنویسین که چی دستگیریش کنیم چیکار کنیم. برنامه آینده همه خلاصه براری را میکنیم. ایپای سرودای نو تر و تازه نفیسه بانو میشیم که خودش طاقه میخونه با همراه شیدل جان میخواد. خداوند نگهبانتون باشه. کامنت های شما را انتظاریم.